اینجای ترکیه رو هر کسی نمیشناسه. بیا بهت یاد بدم این دفعه خواستی بری سفر بلیط اینجا رو بگیری. میخواستم مثل هر سال تعطیلات تابستون و یه تور بگیرم برم استانبول و آنتالیا، تا اینکه دوستم بهم گفت یه شهری بین خود ترکا خیلی معروفه و کلا داستانش با بقیه شهرهای اینجا فرق میکنه. منم تورشو گرفتم. ویدیو رو لایک کن تا بریم بهت بگم اینجا کجاست. دقیقاً تو جنوب غرب ترکیه یه شهر ساحلی است که شده پاتوق زوجای جوون تو کل دنیا. اسمش بودرومه و همه خونه‌ها اینجا سفیدن. ما با پرواز مستقیم ایران تور از تهران اومدیم. فقط هتلمون رو ببین چقدر قشنگه. کلا سبک هتل‌ها اینجا با کل ترکیه فرق میکرد. کلمه تور رو کامنت کن تا قیمت و اطلاعات تورش همین الان برات ارسال بشه. یه روز با یه کشتی تفریحی رفتیم چند تا ساحل باحال رو دیدیم و کلی شنا کردیم تو آب. مرکز شهر و کوچه بس کوچه‌های سنگ شده‌شو دیدیم. اسکله معروف پالمارینا که یه عالمه یات و قایقای لوکس توش بود رو گشتیم. اینجا هم که بهتون اول ویدیو نشون دادم اسمش دهکده گوموشلوک بود. ما تور بودروم رو تو پیج لست سکند پیدا کردیم که